صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 3: رستاخیز آریانا و نفوذ دولتداری و تمدن الینی، اصطلاح اسکندر مقدونی و تلاش‌های استقلال خواهی مردم باختر و سغد. تلاش‌های استقلال خواهی و وطن پرستانه سپیتامن یکی از درخشانترین صحیفه‌های تاریخ مبارزه‌های متشکلانه نیاگان سغدی و باختری ما علیه استیلاگران میباشد. این مبارزه‌های شدید قریب 4 سال ادامه یافته بعد مرگ سپیتامن هم آرام نگرفت و اسکندر مقدونی را وادار نمود که ده‌ها استحکام‌های حربی و گارنیزون‌های مدافعوی سازد. تنها در حدود باختر و سغد موافق معلومات استرابون 8 شهر و از روی عقیده یوستین 12 شهر بنیاد نموده است که آنها اساساً برای نگهداری و محافظت اتریادهای یونانیان و زیر اطاعت نگاه داشتن ساکنان این سرزمین قامت افراخته بودند. از شهرهای بنیاد نموده اسکندر مقدونی تا به حال برای ما اسکندریه اقصا یعنی خوجند، اسکندریه لب آمو تخمیناً در ترمیز یا ختلان، اسکندریه باختر، اسکندریه اریا هرات، اسکندریه مراغه مرو و غیره معمولند که آنها غالباً ماهیت استراتژی و حربی داشتند. بعد مرگ سپیتامن به طرف اسکندر مقدونی گذشتن اشرافان معنای انتها یافتن مبارزه را نداشت. اهالی محلی بر ضد استیلاگران نهانی و آشکارا برخاسته راه پیش گرفته سپیتامن را ادامه می‌دادند. مرحله آخرین این مبارزه ها در ناحیه‌های مرکزی باختر هنگام حرکت لشکر او به جانب دریای آکس امودریا راست می آید. موافق اخبار سرچشمه ها یکی از سرلشکران معروف اسکندر پالیپرخوند بعد محاربه های شدید بوبکن را مطیع کرده برای پایداری حاکمیت خیش شهر نوبتی اسکندریه را می سازد که از روی نشاندادهای بعضی مؤلفان بین تملیت و مونک، از روی دیگر سرچشمه ها بین هولبوک و مونک واقع گردیده است. جای همه این نقطه ها معلوم است. مونک در ناحیه خاولین واقع بود. هولبوک به طرف جنوب از کلوب در جای قشلاق قربان شهید در شفت دریای سرخاب، تملیت در جنوب و گذرگاه وخش نزدیک نورک. در یکی از این جایها پالیپرخوند اسکندریه را بنیاد نموده است. ولی نه خونریزی و کشتارهای وحشیانه، نه با غلامی و اسارت بردن نیاگان ما از کودک 7 ساله تا پیر 70 ساله، نه آتش زدن شهر و دهکده‌های سغد و باختر، نه بنیاد استحکام و گارنیزون‌های حربی و شهرهای قلعه‌بندی، عزم و اراده استقلال خواهی و مبارزه‌های بردوام اجدادان باختری و سغدی ما را بر ضد اجنبیان یونان و مقدونی شکسته نتوانست. مبارزه‌های پی در پی متشکلانه زیر پرچم آزادی و استقلال، گرد آمدن قوم و قبیله‌های مختلف، اتحاد هدفمند ساکنان شهر و دهات علیه دشمنان مکار و دیگر عامل‌ها هویت آزادی‌خواهی و وطن‌پرستی را در نهاد مردم باختر و سغد و در امتحان‌های بسا دشوار تاریخ آزمود. سپیتامن در نبردهای نابرابر هلاک شده باشد هم همسفان او اکسیارت، سیسیمیتر و خوریان در قلعه‌های دستنورس کوهی و شوخ‌های بلند و استوار پناه برده دشمن را لحظه آرام نمی‌گذاشتند. قلعه‌های شوخ سغد و باختر از جمله آن استحکام‌های دستنورس کوهی بود که نیروهای باقی‌مانده آزادیخواه در آنها گرد می‌آمدند. حمایتگران قلعه ذخیره کافی و خوراکواری و آب داشتند و مبارزه را بدودیلگی ادامه می‌دادند. اسکندر مقدونی مجبور شد که پیراهه‌های مشکل گذر و ورطه‌های خطرناک را پس سر کرده به جنگاوران فتح کننده این قلعه‌ها مبلغ گران 12 طلم به فاتح نخستین و 300 تنگه طلایی به فاتح آخرین پیشنهاد نماید. بعد فتح قلعه سغد به قول یوسف شاه یعقوبوف اسکندر 30 نفر سروران شورش را در کوه میکشد و حمایتگران باقی مانده را به غلامی داده اموالشان را به تاراج میبرد.
мувофиқи маълумоти Арян, Искандари Мақдунӣ баъди забти қалъаи Суғд аҳли оилаи Аксиартро, ки дар байни онҳо духтараш Рухшонаки ниҳоят зебо ҳам будааст, ба гуфти Арян, дар ҳусну ҷамол ва зебоӣ танҳо зани дорои се ба ӯ баробар шуда метавонистааст. Искандар бо як нигоҳ ба Рухшонак ошиқ шуда ӯро ба занӣ мегирад. Аксиарт инро пай бурда ихтиёран ба ҳузури Искандар меояд ва бо иззату икром пазируфта мешавад. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих идома дорад.